ارتش ترکیه در روز دوم عملیات ضد نیمه‌نظامیان کرد به داخلتر قلمرو سوریه نزدیکتر به ساحل‌های شرقی دریای فرات وارد شد. مرحله کنونی را بعد ترک منطقه کردن نیروهای آمریکایی تحلیلگران همچون خطرناکترین دوره در نزاع‌های 8 سال آخر منطقه عنوان کردند. اعضای بلندپایه حزب جمهوریخواه آمریکا از تصمیم پرزیدنت دونالد ترامپ برای بیرون شدن از منطقه و باز کردن راه برای شروع عملیات ترک‌ها ضد نیروهای کرد سوریه انتقاد کردند. این نیروها به ایالات متحده آمریکا در مبارزه با گروه دولت اسلامی مساعدت کرده بودند. ترکیه میگوید که در فکر ایجاد به گفته‌اش قلمروهای امن برای میلیون‌ها مهاجر سوریگی است که در خاک کشورش پناه بردند. ولی قدرت‌های جهانی میگویند که اقدام‌های ترکیه میتواند باعث پیچیده‌تر شدن نزاع و در فضای بی‌بندوباری از قرارگاه‌ها فرار کردن جنگیان عضو گروه دولت اسلامی شوند. یک شاهد عملیات در شهر ترکی آقچقلعه گفت که از مرز ترکیه به داخل منطقه طلبیس موشک پرتاب شد و در آن سوی مرز دود سیاه به چشم رسید. شاهد دیگر گفت که نیروهای ترکی صبح پنجشنبه نزدیکی‌های رأس العین را هدف قرار دادند و نیروهای دموکراتی سوریه به رهبری کردها به این حمله‌ها پاسخ دادند. نظامیان ترکیه گفتند که از زمان شروع عملیات 181 هدف نیمه نظامی‌های کرد را از هوا و زمین ضربه زدند. در پی حمله‌های هوایی خبر کشته شدن 5 ساکن ملکی و 3 عضو نیروهای جنگی کردها تصدیق شد و اینچنین گفته شد که ده‌ها فرد ملکی جراحت برداشته است. خبرهای آخر میگوید که ده‌ها ساکن ملکی مکان زیست خود در منطقه رأس العین را ترک کرده به سمت منطقه حسکه که زیر نظر کردها میباشد حرکت دارند. گزارش‌های بین‌المللی میگوید با اینکه آمریکایی‌ها در آستانه شروع عملیات نظامیان ترکیه زندانی‌های بسیار خطرناک عضو گروه دولت اسلامی را به زندان‌های زیر نظر آمریکا در بیرون از قلمرو سوریه انتقال دادند، سرنوشت ده‌ها پناهنده‌ها خویشاوندان جنگیان گروه داعش که در قرارگاه‌های این منطقه زیر نظر کردها نگهداری می‌شوند معلوم نیست. در این قرارگاه‌ها زن‌ها و کودکان تاجیک نیز نگهداری می‌شوند.